موشک‌ها، بمب‌های نقطه زن و اویونیک. نیروی هوایی ایران یکی از ارکان حیاتی قدرت دفاعی کشور محسوب می شود. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و چالش‌های امنیتی متعددی که در طول دهه‌ها با آن مواجه بوده، توسعه و نگهداری یک نیروی هوایی قدرتمند همواره در دستور کار قرار داشته است. ترکیبی از جنگنده‌های پیشرفته خریداری شده در دوره‌های گذشته و تلاش‌های گسترده برای تولید جنگنده‌های بومی، تصویری از تلاش ایران برای تأمین امنیت و استقلال دفاعی کشور را به نمایش می‌گذارد. در این ویدیو به طور مفصل به بررسی تاریخچه، ویژگی‌ها و دانستنی‌های مربوط به 5 جنگنده مهم و تأثیرگذار نیروی هوایی ایران می‌پردازیم که هر کدام به نوعی در حفظ امنیت کشور نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. جنگنده F-14 تامکت ساخت شرکت گرومن در ایالات متحده که یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین جنگنده‌های دوران سرد به شمار می‌رفت. ایران در دهه 1970 و پیش از انقلاب اسلامی به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه 79 فروند از این جنگنده را دریافت کرد. ویژگی برجسته تامکت توانایی آن در رهگیری و انهدام اهداف هوایی در فواصل بسیار دور بود. این جنگنده به رادار AN/AWG-9 مجهز بود که در زمان خود یکی از پیشرفته‌ترین رادارهای هوایی به شمار می‌رفت. این سیستم توانایی شناسایی 24 هدف به طور همزمان و درگیر شدن با 6 هدف را داشت. موشک ایم 54 فینیکس تسلیحاتی بود که تامکت را به یک شکارچی بی‌رقیب در آسمان تبدیل کرد. این موشک با برد 190 کیلومتر امکان انهدام هواپیماهای دشمن پیش از ورود به فضای عملیاتی ایران را فراهم می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی و تحریم‌های آمریکا بسیاری انتظار داشتند که تامکت‌های ایران به سرعت از کار بیفتند. اما مهندسان ایرانی با تکیه بر مهارت‌های فنی و استفاده از مهندسی معکوس توانستند قطعات یدکی تولید کنند و این جنگنده‌ها را در وضعیت عملیاتی نگه دارند. نقش F-14 در جنگ ایران و عراق بسیار پررنگ بود و این جنگنده با انهدام ده‌ها هواپیمای عراقی نام خود را در تاریخ نظامی ایران جاودانه کرد. میگ 29 ساخته شده توسط اتحاد جماهیر شوروی که در دهه 1980 وارد خدمت نیروی هوایی ایران شد. این جنگنده از نظر طراحی و قابلیت‌های فنی یکی از شاهکارهای مهندسی هوایی شوروی بود. میگ 29 به دلیل قدرت مانور بالا، سرعت زیاد و تطبیق پذیری در بین خلبانان به شکارچی چابک معروف بود. این جنگنده مجهز به رادار N019 است که توانایی شناسایی اهداف هوایی و زمینی را دارد. موشک‌های R-73 و R-27 که با میگ 29 حمل می‌شوند امکان انجام مأموریت‌های چند منظوره را برای این جنگنده فراهم می‌کنند. در ایران میگ 29 هم برای دفاع هوایی و هم در نقش‌های تهاجمی استفاده می‌شود. به روزرسانی‌های بومی انجام شده روی این جنگنده شامل نصب سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته و افزایش برد عملیاتی آن است. این جنگنده در کنار F-14 ستون فقرات نیروی هوایی ایران در عملیات‌های مدرن به شمار می‌رود. سوخو 24 بمب افکن تاکتیکی ساخت روسیه که در دهه 1990 وارد ناوگان هوایی ایران شد. این هواپیما به دلیل قابلیت بال متغیر خود قادر به پرواز در سرعت‌های مافوق صوت و ارتفاعات پایین است. سوخو 24 به ویژه در عملیات‌های بمباران دقیق به کار گرفته می‌شود و توانایی حمل تیف وسیع از تسلیحات از جمله بمب‌های هدایت شونده و موشک‌های کروز را دارد. ویژگی منحصر به فرد سوخو 24 سیستم پیشرفته ناوبری و هدفگیری آن است که امکان اجرای مأموریت‌های دقیق حتی در شرایط نامساعد جوی را فراهم می‌کند. ایران در طول سالها تغییرات گسترده‌ای روی این جنگنده انجام داده و توانسته از سیستم‌های الکترونیکی آن را بروز کند.
سوخو 24 در عملیات‌های مختلف نظامی ایران از جمله حملات به مرز گروه‌های تروریستی در منطقه نقش کلیدی ایفا کرده است و همچنان یکی از ستون‌های قدرت هوایی ایران محسوب می‌شود. قاهر 313 یکی از جسورانه‌ترین پروژه‌های ایران در حوزه صنعت هوایی است. این جنگنده که برای اولین بار در سال 2013 رونمایی شد به عنوان یک پروژه کاملا بومی معرفی شد و گفته می شود که از فناوری رادارگریزی بهره می برد. طراحی خاص این جنگنده به ویژه زاویه‌های تند و سطح مقطع راداری پایین آن را برای عملیات در عمق خاک دشمن مناسب می‌سازد. هدف اصلی از طراحی قاهر 313 انجام مأموریت‌های پشتیبانی نزدیک و مقابله با تهدیدات هوایی در ارتفاع پایین عنوان شده است. اگرچه برخی تحلیلگران غربی در قابلیت‌های این جنگنده تردیدهایی مطرح کرده‌اند، اما این پروژه نشان دهنده عزم ایران برای توسعه توانمندی‌های مستقل در حوزه هوایی است. جنگنده کوثر نمادی از توانمندی ایران در بازطراحی و ارتقای هواپیماهای قدیمی است. این جنگنده که در سال 2018 رونمایی شد، نسخه ارتقا یافته از جنگنده F5 آمریکایی است که با استفاده از فناوری‌های بومی بازطراحی شده است. کوثر مجهز به سیستم‌های اویونیک پیشرفته، نمایشگرهای دیجیتال کابین و قابلیت حمل انواع موشک‌ها و بمب‌های هوشمند است. یکی از ویژگی‌های مهم کوثر امکان نگهداری و هزینه تولید پایین آن است. این جنگنده برای مأموریت‌های آموزشی و پشتیبانی نزدیک به کار گرفته می‌شود و به عنوان یک جایگزین اقتصادی برای جنگنده‌های قدیمی‌تر نقش مهمی در نیروی هوایی ایران ایفا می‌کند. تحریم‌های طولانی مدت علیه ایران باعث شده است که کشور به طور جدی به سمت توسعه توانمندی‌های بومی در حوزه هوایی حرکت کند. پروژه‌هایی مانند قاهر 313، صاعقه و آذرخش نشان دهنده این عزم هستند. این جنگنده ها هرچند ممکن است هنوز در برخی حوزه ها با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشند، اما گام های مهم در مسیر کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی هستند. مهندسان و متخصصان ایرانی با استفاده از مهندسی معکوس و نوآوری‌های بومی موفق به توسعه فناوری‌هایی شده اند که امکان تولید قطعات و حتی سیستم‌های پیچیده را فراهم کرده است. این پیشرفت‌ها نه تنها به افزایش توان بازدارندگی ایران کمک کرده اند، بلکه پیام روشنی از استقلال و خودکفایی به جهان ارسال می‌کنند. با توجه به روند فعلی به نظر می رسد که نیروی هوایی ایران در آینده ترکیبی از جنگنده‌های بروز رسانی شده و پروژه‌های کاملا بومی را در اختیار خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین مانند جنگنده‌های بدون سرنشین و سیستم‌های رادارگریز نیز از اولویت‌های اصلی ایران است. در مجموع نیروی هوایی ایران با تکیه بر جنگنده‌های قدیمی اما به روز رسانی شده و تلاش‌های گسترده برای تولید تجهیزات بومی همچنان یکی از ارکان اصلی قدرت دفاعی کشور باقی خواهد ماند. این مسیر هرچند چالش برانگیز است، اما نشان دهنده اراده ملی برای حفظ استقلال و امنیت کشور است. اینم از بررسی ابرجنگنده‌های نیروی هوایی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. راستی اگر به هر نوع ویدیو دانستنی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا ما براتون منتشر کنیم.